حالتون چطوره؟ من اومدم با یه ویدیو خفنی دیگه. امروز نمیدونم چندمه، ولی فردا که مهره و مدرسه باز میشه. خیلی ذوق دارم برم به مدرسه، خیلی دوست دارم باز برم مدرسه. دیگه خسته شدم واقعا از تابستون. بچه‌ها من اومدم با امروز با یه ویدیو خفن دیگه، تست دوربین S24 اولترا. الان دارم با S24 ویدیو رو میگیرم و با این خودکاری که شما میبینید برای گوشیه، با این دکمهش من تونستم این ویدیو رو استارت کنم و نیاز به کس دیگه ای ندارم که بره پشت دوربین ویدیو رو استارت کنه. یا هم مثلا اگه تکم نمیتونم، باید برم پشت دوربین و ویدیو رو استارت کنم و بیام تو صحنه. این خیلی بده برای یوتیوبر و باید یوتیوبر توی صحنه خودش باشه و نباید مثلا پشت صحنه بیاد داخل ویدیو. باید تو صحنه باشه که ویدیو استارت میشه، داخل صحنه باشه. و من این مشکل رو حل کردم. این گوشی بابام بچه‌ها من بهش پیشنهاد کردم که S24 بگیره، چون که کیفیت دوربین بالایی داره و کیفیت میکروفونش عالیه. همین دیگه. الان بریم یه تست دوربینش رو انجام بدیم. من به خاطر همین باید برم بزنم اسو. خب بچه‌ها الان من میزنم اسو که وقت ویدیو زیاد نشه. خب بچه‌ها این برام چیزی نیستش، یه دونه حالا عکسامونه، عکسای بچگی و کیف مدرسه که فردا قراره با این کیف مدرسه و این کیف هم برای داداشم میره بچه 12ام، چون زیاد الان دفتر نیاز داره. یه دونه دفتر گذاشته توش و تو این قسمت جامعه داری خریدیم ولی گفتش من جامعه داری نمیخوام، خودکار و اینا رو میذاره تو این قسمت و من ولی جامعه داری میخواستم. اینجا جای عینکی بود که من تبدیل کردم به جای حالا دفترچه یادداشت و دیگه اینا. بچه قراره فردا اینجا پر خوراکی بشه و من یه چیزی از الان آماده کردم که اونم چیزی نیست جز چیپس. گذاشتم توی کیفم که فردا یادم نره ببرم. چیپس خوشمزه ما در این کیف هستش. مزمز به به، طعم موسموسیر. اوی بچه دیگه مدرسه شروع شد و زیب بستنه شروع شد، بدبختی. خب بچه این بود از ویدیوی ما. من بزنم صبح باز. خب بچه ممنون که تا این ثانیه ویدیو رو دارید میبینید. بچه اگه دوست دارید از این سبک ویدیو بیشتر بذارم، حتما داخل کامنت ها بهم بگید. خیلی عاشقتونم. تا ویدیو بعدی منتظر بمونید. خدا نگهدار.